إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منها ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. آیه ابدأ سوره کهف، داستان اصحاب کهف، جوانانی که عقیده توحید از ضمیر خود گرفتند. الله متعال کدام قوت و استعدادی که برشان داده بود از او استفاده کردند. عملکرد قوم خود نظر به ترازوی عقل خود ناپسند دانستند، از او خاطر اعتزال یا کنارجویی کردن از اعمال قوم خود. الله متعال نظر به همو اراده و تصمیم درست و نیکی که داشتن الله هدایت زیاد نصیبشان کرد. نه تنها از اینکه الله متعال محافظتشان در حالت زندگی که امرای جابره و ظالما دعوت کرده، بعد از فرار کردن از ظالما هم الله متعال یارا حفاظت کرده. الله متعال اولیای خود، دوستای خود همیشه امی قسم نصرت و امداد میکنه. ایره نصرت خاصه میگه، ولایت خاصه. درس عظیم اصحاب کهف برای ما ایسته که ما هم از اون نیرویی که الله متعال برای ما عطا کرده از او کار بگیریم، استفاده بکنیم. اینطور نشوه که ما نعوذ بالله دریسپان در گردن خود انداخته هر طرف که مردم ما را بکشانه برویم امرایش، بلکه عمل کرد قوم ما و همه کسانی که ما امرایش در محیط زندگی میکنیم او را یک مرتبه میبینیم که چی عواقب داره، درست است یا نادرست است. اصحاب کهف الله متعال در غار پناه داد، یا به خاطر از اینکه دین ما به جا باقی بمانه فرار کردن، از منطقه و محیط فرار کردن، چون توان مقابله را با پادشاه ظالم نداشت، افراد خیلی کم بود، در دور را و گرفتار می شدن، یا ایست که از دین برگردن که خود پشت سر انشاء الله به خود بیان میکنه که باز می فرماید که ما باز دیگر راه خلاصی نداریم. دوم است که یا است که مبارزه بکنن امرای پادشاه و به جز از کشته شدن دیگر هیچ کاری نداشته باشند، چون انسان ضعیف است، امکان داره وقتی که درد و تکلیف ببینه شاید جانش بر شیرین معلوم شوه و دین ترک بکنه. از امو خاطر است که انسان هیچ وقت اتکا به نفس خود نکنه و به الله متعال اتکا بکنه. صبر و حوصله مندی را غیر از الله متعال دیگه کس داده نمیتونه. از او خاطر الله متعال انتظام باقی گذاشتن اجساد امی اصحاب کهف در غار طور تنظیم کرد که غاری بود که طرف شمال شرق بوده. زمانی که آفتاب طلوع میکرد در طرف راست غار آفتاب میخورد. داخل غار که در کدام موقعیت اصحاب کهف قرار داشتن بر ازوا شعله آفتاب نمی رسید که سبب خرابیشان شود، و زمانی که آفتاب طرف مغرب میرفت در طرف چپ غار شعله آفتاب می آمد، یعنی سری خود از یا نمی آمد. الله متعال به یک امر خارق العاده زندگی از یارا یا بقای از یارا تنظیم کرده بود که در حالتی که یا خواب بودن اما چشمانشان بیدار، و همچنان دمی حالت خواب یا پهلو به پهلو شده میتونستن. یعنی الله متعال یارا پهلو پهلو میکرد، ایتو نبود که زمین امو یک پهلو را تایی که چسبیده به زمین باشه از بین بروه. تعجب دیگری ای بود که یا سگم رایش بوده و سگم همیشه که مراقبت از خانه میکنه در دروازه خانه قرار می داشته باشه، به شکل یک سگ زنده و یک پاسبان در دهن غار موجود بود، امو دستای خود گسترانده بود. کسی که می رفتی طور فکر میکرد که سگ پاسداری غار میکنه و ای زنده است. غیر از الله متعال در وجود خودی اصحاب کهف اینطور یک رعب و حیبت را انداخته بود. هر کسی که او را میدید پر از حیبت و رعب میشد. از او خاطر حتی قدرت به این نداشت که برای کسی قصه بکنه. الله متعال برای حفاظت اولیاء و دوستان خود از چیزای خیلی که انسان تصورش نمیشه کار میگیره. پیغمبر علیه السلام در غار الله حفاظت کرد، در حالی که مشرکین مکه
تمام راه ها را پیگیری کردند، حتی در دهن غار هم رسیدند، چرا که نقش پای پیغمبر علیه السلام زده بودند تا اونجا را. اما الله متعال حفاظت کرد، در اونجا اسبابی را پیدا کرد که یقینی این مردم پیدا نشود که پیغمبر داخل غار رفته. چرا؟ جال زدن عنکبوت و همچنان لانه ساختن کبوتر سبب ازی شد که مردم گفتن اگر پیغمبر به همراه ابوبکر رضی الله عنه در غار رفته باشه، حتما این تار عنکبوت از بین میرفت و این کبوتر لانه خود از اینجا تغییر میداد، لیکن در حال خود باقی مانده. الله متعال پیغمبر حفاظت کرد. اصحاب کهف هم در حالی که غار به می شهر خیلی نزدیک بوده، با وصفی که پادشاه در تلاش امی جوانا بود، چرا جوانای دعوتگر بود و اخطار داده بود که یا برگردن به مو دین آباییشان، از امو خاطر پادشاه در تعقیب ازی بوده، اما گم کردن از شهر. با وصفی که امی غار به شهر نزدیک بوده و پادشاه میتونسته در اینجا بروه، الله متعال اسباب را مهیا کرد که مردم در غار داخل شدن نتونه، تا ای که امو موضوعی که مردم در او بسیار نزاع و اختلاف داره، الله متعال توسط اینمی زندگی اصحاب کهف او را حل بسازه. موضوع مهمی که مردم در شک و تردد بود امی بود که بعد از اینکه انسان بمره آیا پس زنده میشه یا نمیشه. الله یکی از نشانه های قدرت خدا برای مردم نشان داد که اصحاب کهف بعد از 309 سال به سالهای قمری یا 300 سال بعد از سالهای شمسی الله متعال یار زنده نگاه کرده، بدون خوردن نوشیدن، بدون کدام اسبابی که یک انسان در بقای زندگی خود ضرورت برش داره، او چیزا موجود نبوده، اما الله متعال وار زنده نگاه کرد. این دلیل بالای عزیزته که الله متعال انسانا را زنده میکنه و همون موضوعی که سخت مردم در شک و تردد بود دیگه باقی نماند. از او خاطر الله متعال حالات اصحاب کهف بر ما بیان میکنه. و ترى الشمس اذا طلعت تزاور، تو میبینی آفتاب زمانی که نظر میکنی مخاطب طرف آفتاب در وقت طلوعش، اذا طلعت وقتی که طلوع میکنه، تزاور و میل میکنه، کج میشه، عن کهفهم از غار امی اصحاب کهف. غار طرف مشرق مستقیم نبود که آفتاب طلوع کنه و در داخل غار بره، بلکه غار دهنش طرف شمال بوده. با مجردی که آفتاب طلوع میکرد در طرف راست غار، در وقت داخل شدن انسان در غار راستش امی جانب است، مثل که در مسجد داخل میشیم طرف راست. حالی هم اینمی مسجد عیناً امو قسم است، به خاطری که دروازش طرف شمال است و شرق از او طرف است. زمانی که آفتاب طلوع میکنه مستقیما داخل مسجد نمیه، بلکه در گوشه مسجد میخوره. از او خاطر اصحاب کهف در بین غار بود، در جایی که وسعت داشته، آفتاب مستقیما سر از یا شعاعش نمیرسید. الله میفرمه تزاور عن کهفهم که میل میکرد، انحراف میکرد، یعنی کج میشد آفتاب از غارشان ذات الیمین طرف راست. و اذا غربت زمانی که غروب میکرد آفتاب، تقرضهم تجاوز میکرد از اینها ذات الشمال در جانب شمال، یعنی آفتاب وقتی که بالا میرفت در طرف چپی غار آفتاب طلوع میکرد یا شعاعش میرسید، اما سر خود اصحاب کهف نمیرسید. این وضعیت غاری که در اونجا قرار داره الله متعال حالاتش بیان میکنه. منظور است که الله متعال زمانی که کسی پناه میبره به سوی الله متعال، اسباب بقای ازیر الله متعال آماده میسازه. از اینجا برای ما واضح میشه که انسان زمانی که در فتنه واقع میشه و میفهمی که آلی در دینم خطر واقع شده، فرار کردن درست است، جایز اصحاب کهف رفتن. و وقتی که فرار میکردن اصحاب کهف، درس دیگری که برای ما گذاشت ای بود که دعا کردن، از الله متعال از رحمتش بر خود طلب کردن که یا الله برای ما اسباب استفاده را آماده بساز و ما را حفاظت بکو، بجز از تو یک راه دیگری و جای پناه دیگری نیست. الله متعال همیشه بندگان خود نصرت میکنه، شرط است که بنده توجه خود از الله متعال دیگه طرف نکنه. هر انسانی که ولو در هر حالت باشه توجهش طرف الله متعال باشه، اتکاش برای بالای الله متعال باشه، با وصفی که دشمنای خیلی کثیر و زیادی داره، الله متعال در دل دشمنایش هیبت میندازه. الحمدلله اینطور مردم با ما نسبت میگه فلانیا قطش استاد است، در حالی که فلانیا سایه ما را قطی سنگ میچوکه. خو الله متعال امیر رعب در قلب دشمنا انداخته، میگه والا قطی ازیا کلانا است، اما قطی کلانا حتی کسی را نمیشناسیم، معرفت هم نداریم. این رعبی است که الله در قلب مخالفین دعوتگرا مندازه، کسایی که در راه حق هستند.
الله متعال برای اصحاب کف این نصرت کرده بود و اسباب برش مهیا می سازه. مرفقا امو اسباب راحت و آرام است. الله اینمی قسم غار برش پیدا کرد. ذلك من آیات الله، این کلش از جمله نشانه های قدرت الله متعال است. انسان وقت داستان میشنوه، حالات میبینه، الله برایش کدام قوت هایی که داده، قوت تفکر، از او باید درس بگیره، ارزیابی بکنه، از این بری خود یک چیز استفاده بکنه بدون اسباب ظاهری، اسباب آرام. چه قسم الله متعال ای اصحاب کهف در یک غار چندین صد سال زنده نگاه میکنه. این خودش دلیل بالای عزیزه که الله میتونه. اسباب ظاهری زیر فرمان الله متعال است. ما ضرورت به اسباب داریم، الله متعال ضرورت به اسباب نداره، بلکه اسباب ظاهری تاثیر الله دهش انداخته. اگر الله تاثیر از پیشش بگیره او دیگه هیچ چیزی هم کرده نمیتونه، چرا که اسباب اثر الله دهش انداخته. از او خاطر مومن باید از این درس عظیم بگیره. من یهد الله فهو المهتدی، کسی را که الله هدایت کنه او راهیاب است. اشاره به این میکنه که اصحاب کهف خود هم امی گپ گفته بودن، ایمان خود مقاومت خود ذاتی نشمرده بودن، از الله متعال طلب کرده بودن. این هدایت الله متعال است. زمانی که کسی را نصرت میکنه. یارا چه قسم نصرت کرد؟ اول نصرت الله امرایش ای بوده که یا دنباله رو جور نشدن برای قوم خود، وگرنه یام گمراه بودن، نعوذ بالله در دین خرافی و در بدعتا و در شرک مبتلا می بودن. الله برشان نصرت کرد، از امو عقلی که الله برش داده بود کار گرفت و درک کردن که را خطا و غلط است. از او خاطر در صدد ازی شدن که راه درست پیدا کنه. بعد از او جوانایی که فکرش متحد شده بود، الله از یا یک توده یا گروپی دعوتگر ساخت. ایام هدایت الله متعال بود. پس از او دلایلی که پیش میکرد برای فراهم کردن قناعت مردم، ایام هدایت الله متعال بود. پس از او این نظر و فکری که در ذهنشان پیدا شد که ما در فتنه واقع نشیم، مبادا از دین ما پس بگردانه، یا مشوره کردن و گفتن زمانی که از این مردم و معبودای شما جدا میشه دیگه خامخا باید فرار بکنیم، دیگه راه نداریم. چرا که مردم بجز از که تو را پس به دین خود به معبودای خود برگرداند دیگر راه نیست، از همین خاطر فرار کردن. الله متعال نمی فرار هم راهی که باید یاد کجا بروند چه قسم باشه ایرم الله مهربانی کرده، الله متعال برش هدایت کرده. از همین خاطر کسی که هدایت الله نصیب شوه او راستی راهیاب است، هیچ جگاه الله متعال برش ضرر نمیرسانه و ذلیل نمیشه. و من یضلل فلن تجد له ولیا، کسی را که الله گمراه بسازه نمیابی توی مخاطب یا پیغمبر علیه السلام برای او ترادم ولیان، کسی دوست سرپرست گیره کارسازیش بکنه، کسی را پیدا نمیتونی، یاور برش پیدا کرده نمیتونی، سرپرست یا کارساز پیدا کرده نمیتونی. مرشدا که راهنمایی کنه ایرا درای حق، او گمراه شده، هیچ درای حق کسی آورده نمیتونه. اما الله متعال ظالم نیست که کسی را ناحق بدون کدام دلیل و وجه یا کسی را طرف گمراهی ببره. او کسی را طرف گمراهی میبره که امو اسبابی که الله برش عطا و بخشش کرده او را ضایع بسازه، از او استفاده و کار نگیره. از امو خاطر تمام قوت‌های که الله متعال در وجود ما ودیعت گذاشته سرمایه های بزرگ عمر ما و شماست. ما چیزی که قطع خود داریم اینمی چیزایی هست، اینمی قوت های هست که در وجود ماست. اگر چشم است، اگر گوش است، اگر قلب است، همهش یا وسایل راهیابی ماست. ما باید ایره در کار پرتیم، بعد از او تلاشی از ایره بکنیم که راه حقیقت پیدا شود. اگر ما ایره در کار نپرتیم نعوذ بالله در راه غلط استفاده کنیم، باز خود بری خود راه نعوذ بالله غلط فراهم کردیم. الله متعال قانونش است که هر راه را تعقیب میکنی اسبابش برات پیدا کرده میروه. از همون خاطر وقتی گوگرد میزنی خودی زدن گوگرد پلته گوگرد در اختیار توسته، اما بعد از اینکه لمبه میکنه و او چیزا میسوزانه او در اختیار تو نیسته. زمانی که تو اسباب غلطه از اسبابت غلط کار میگیری، راه غلطه در پیش میگیری، نتیجه سرش مرتب میشه، او باز در اختیار تو نیست. الله متعال مطابق از او حتما برات امور را اسباب مهیا میکنه. کسی در کسب رزق حرام است اما حرام برش مهیا شده میره، اگر کسی در پی رزق حلال است حلال برش مهیا شده میره. کسی در پی یاد گرفتن و تعلیم قرآن کریم است الله می اسباب برش برابر میکنه. اگر کسی نعوذ بالله در راه غلط میره، در موسیقی و در ساز و سرود میره و همون چیزا برش میاثر میشه. این
قانون بزرگ الله متعال است. اشاره به این کرد که اصحاب کهف از وسایل خود کار گرفت، الله نتیجه مثبت نصیبشان کرد، از دشمن عظیم و بزرگوار نگاه کرد، حتی ادنا گزند برای از وا رسانده نتانستند، همونطور دینش محفوظ باقی ماند. ما هم همینطور هستیم. از اینجا برای ما واضح شد که اصحاب کهف از این ماحول محیط فرار کردند. کدام ماحول محیط که میفهمید تو در فتنه واقع میشی و موجب از این میشه که تو نعوذ بالله به دین از وا برگردی، او تو محیط ترک کردن واجب و ضروری است. از همون خاطر است که انسان در ممالک کفری نروه، به خاطر که به طریق استقلال مراسم دینی تا انجام داده نمیتونی و تو تابع فرمان و قوانین او طاغوتای وقت میباشی. در جایی که تو زندگی میکنی لا اقل آزادی برات باشه که دین خود به مختار خود عمل بکنی. ماحول محیطی که تو را گنده میسازه، خراب میسازه، او طور ماحول محیط ترک کردن امر ضروری است. ماحول محیط سری هدایت و گمراهی انسان سخت تاثیری به سزای داره. تو برو در یک منطقه که در اونجا سنت عملی میشه، تو مکمل تابع سنت هستی، اما در منطقی که بدعت ها میشه، بدعت اونمو جای سنت میگیره و در ذهن تو اونمو خوب معلوم میشه. باید او طور منطقه را ترک بکنی تا که الله متعال برات اسباب هدایت مهیا بسازه. و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، حالات عجیبی از زیرا از اصحاب کهف الله بیان میکنه. و تحسبهم، تو میپنداری ای بیننده، ایقاظا کیا بظاهر چی است؟ بیدار هستند، و هم رقود در حالی که در حقیقت یا خواب رفته خفته هستند، لیکن اثر خواب سری از وا معلوم نمیشه، چشما باز است، تو گویی که بری تو سیل میکنه. و نقلبهم ذات الیمین، ما میگردانیم یاره طرف راست خود و ذات الشمال، طرف راست و طرف چپ، یعنی با پالوی راست گاهی با پالوی چپ. این گردانیدن الله متعال میکنه. هم خواب هستن، هم ملاق میخوره. و کلبهم باسط ذراعیه، سگ از یا گسترانده ذراعیه اردو آرنجای خود بالوسید بعد دروازه تا دری دروازه، یعنی در دانی غار در دهنی غار امی اردو بازوی خود گسترانده. تو گویی که مراقبت از اینمی مردم میکنه. از او خاطر الله متعال حالتش طوری ذکر میکنه که مردم اونجا میره آلی رعب و حیبت سرشان میاد، پس میگریزه. لو اطلعت علیهم، اگر تو اطلاع حاصل کنی علیهم بالایشان، لولیت رو میگردانی منهم از یا فرارن، یعنی طرفی گریز خود آماده میکنی، میترسی. ولملئت منهم رعبا، تو پر کرده میشی از یا رعب، از حیبت و ترس. الله یک حیبت و ترس در وجود تو پیدا میکنه. اینی باعث بود. شما میبینی که پاچای ظالم دنبال این جوانا سخت میگرده، تعقیب میکنه که یارا پیدا بکنه، چرا که احساس خطر از یا کرده. اما الله متعال این قدرت برای از نداده. الله که کسی را نگاه میکنه اینه می رقم نگاه میکنه بدون اسباب ظاهری. الله نه این غار دور نبوده، چرا که از محبت که پشت طعام روان میکنه معلوم میشه که خیلی نزدیک بوده، اما الله متعال حفاظت کرده. از این برای ما واضح شد که تمام جاهایی را که الله پیدا میکنه خالی از حکمت نیست. اگر غار در کوه پیدا میشه، این شده میتونه یک روز سبب پناه بردن کی باشه؟ مردمای دعوتگر باشه که در اونجا پناه ببره. چه قسم الله در اونجا کواکی را پیدا میکنه، تو گویی که کسی او را تراش کرده باشه و دروازه خرد دو مانده باشه. در دوران جنگ، در دوران بمباردای جنگ روسا فعلا هم میطور است. ما چون فرار میکردیم منطقه بمبارد میشد، در کوها در بین امی کوهی که خیلی قاده کلان است، اینطور غارا را پیدا کردیم که سابق هیچ کس به او تصورش نمیشد که فقط برابری دروازه چی که بلخشک درون میشدی، اما داخل میدیدی که به هزارها نفر داخل میشد، جا میشد، عیناً مثل خانه واره، دالیز واره، همینطور جا بود. الله متعال اینطور جاها را در اونجا پیدا کرده. میبینیم که تمام چیزایی که الله پیدا کرده خالی از حکمت نیست. پروردگار جل جلاله انسان باید در این مورد تأمل بکنه، فکر بکنه که الله هیچ چیز عبث و بی فایده پیدا نکرده. الله متعال از مخلوقی خود در نصرت بندگان خود کار میگیره. شما ببینید که جالی عنکبوت هم کار گرفت، از لانه چی کبوتر هم کار گرفت، از غار هم کار گرفت، از همه چیزا الله متعال کار میگیره. خب گپ در کجاست؟ اگر تو در خدمت دین الله باشی
مخلوق الله در خدمت توست و برای تو است، حفاظت تو را میکنه. الله متعال همین قسم وضعیت برای اصحاب کف آورده بود. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا، این همین قسم مثل که یاره خواب بردم، یعنی بدون اسباب ظاهری یک حالت عجیب یاره خواباندم. بعثناهم، از خواب برانگیختم شانه، بیدار کردم شانه. چرا؟ هدف چیست؟ لیتساءلوا بینهم، کی سوال بکنه، پرسان بکنه بینهم، در بین خودشان، در مورد مدت بقایشان، یا در اولی روز داخل شده بودند. چون وقتی بیدار شدن آخری روز بود، از او خاطر سوال در بین خودشان پیدا شده بود که چه وقت ما و شما اینجا خواب هستیم. چی میگفتن؟ قال قائل منهم، گفت یک گوینده از یا کم لبستم، چقدر رنگ تیر کردی؟ قالو، گفتن یک گروه از یا لبسنا یوما او بعد یوم، مجموعه آواز گفتن، قول کردن که یا یک مکمل روز یا بعض روز سر ما تیر شده. خبر نداره که 309 سال قمری یا 300 سال شمسی سرشان تیر شده. بزرگترین هدف از این داستان برای ما چیزی دیگری میآید، به دست میآید. او کدام است؟ علم غیب خاصه الله متعال است، هیچ کسی علم غیب نداره. اصحاب کف اولیای است که قرآن شاهدی ولایتش میده، الله شاهدی ولایتش میده. اینمی اولیاء از حال خود خبر نداره که چه مدتی تیر کرده. پس چطور امروز دنیا مسلمانا به اولیاء اینطور نسبت ها را میده که وارا عالم به جزیات، به همه چیزا میدانه. پیری خود میگه که از همه حالات ما خبر داره، او ولی از جان خود خبر نداره. و اولیای شما اولیای خود ساخته، اولیای چی؟ دروغین، یا دیگه تمام چیزا میدانه. عجیب است، کلش سحر و ساحری است، شیطان بازی است، نعوذ بالله. ولایت نیست، ولایت اینطور نمی باشه. چرا که اصحاب کف به نص قرآن اولیاست، لیکن وا از حال خود خبر نداره. چقدر مدت تیر کرده؟ خب آیا مدت سریازی بحث کردن بکار است؟ قرآن عظیم در ساره بر ما میده. امروز جار و جنجال ما الا انتخابات اینطور است، فلان طایفه اینطور است، اینطور است. سوالا میشه که چقدر مدت فلانی پاچایی کرده، چه قسم بود این گپاره. الله متعال بر ما درس میده که اصحاب کف بیدار شدن. یک سوال برشان پیدا شد، محض در بین خود مذاکره کرد، سریازی اصرار ورزیدن، آل ما بین خود نزاع داره یا این گپ ترک کردن. نه، چیزی که لا یعنی است، به مفاد ما نیست، از او برای ما هیچ به درد ما نمیخوره. چرا جر و بحث بکنی؟ از او خاطر چی گفتن؟ قالوا ربکم اعلم بما لبستم. دو مطلب ارائه کرد، دو هدف و دو درس برای ما داده شد. هر امری که تعلق نداره به عقل انسان، نمیتونه انسان درک از او را بکنه، پیچیدن در اونا درست است. این تعلق به امور غیب داره، امور غیب خاصه الله متعال است. ما چرا بپیچیم؟ یک موضوعی که قرآن و حدیث وضاحت نداده باشه، برای تو مناسب نیست که دو داخل شوی او دو اونجا انحماق بکنی، او را زیاد بحث و تلاش بکنی. مثل مسئله روحواره دیروز گفتیم، این موضوعی است که به الله تعلق داره، ضرورت نیست برای ما که سرش بپیچیم. چرا از امور عالم امر است نمیتونیم؟ جنت و دوزخ، ثواب و عذاب، در کدام عمل چقدر ثواب چقدر عذاب، این مقدارا را غیر از الله متعال و این که پیغمبری خود خبر کرده باشه دیگه کس گفته نمیتونه. ما نمیتونیم از خود در برابر یک عمل ثوابا را بیان کنیم که این قدر ثواب داره. از امو خاطر است تا وقتی ما پابندی حدیث صحیح رسول الله را نکنیم، ما را نعوذ بالله مردمای گمراه کن دیگه طرف میبره. قرآن کریم کتاب الله مانده است، حزب البحر مردم خوانده است. قرآن کریم تفسیرای خود کلام الهی باقی مانده، مثنوی را مردم بری خود قرآن جور کرده. قرآن کریم کتاب الله را مانده، افتیکل در بغل مردم میگردانه. چرا میگردانه؟ به خاطری که در اونجا اسناد دروغین است. ایره چی میکنی؟ امروز یک گروه فرقی گمراه دیگه قدر نفوذ کرده در این ملک وطن ما به نام چی؟ دعای قدح، دیگهش دعای ما چی رقمی است. چقدر اون زنا را فریب میده، در فاتحه خانه و در مرده خانه میره. یک زن گمراه امی دعاهای را که در اونجا کل کلمات شرک است، به علی و به حسین و به فاطمه رضی الله عنهم آواز داده شده، کمک طلب کرده شده. خواهرای ما نمیفهمه، ام 50 رو پیش میگیره به یک کتابچه مانندی که 3 رو قیمت نداره، ام چی میکنه؟ در شرک مبتلا میکنه شه. حالی پیسیش رفتن خو خیر است اگه 50 رو پیش بگیره، لیکن اینمی خواهرها را در شرک مبتلا میکنه. و این زنا خود معرفی میکنه ما چی هستم؟ تعزیه خان هستم، تعزیه خان. حالی میگیره در بدعت های دیگه
مردم چیست رواجش پیدا کرده رویست. ما زمانی که بچای جوان شهید شده بود در او وقت من نمیفهمیدم، نرفته بودم، درس نخوانده بودم. در هر روز نوروز سری شهیدا ما بیرق بالا میکردیم و همین فرقه گمراه می آمد شاگردار را می آورد ترانه خوانی میکرد، ما را تشویق میکرد که همین بدعتا را دیگه خوب پخته کنه او پخته انجام بده. حالی هم همینطور است. این زنا به نام مرثیه خان و تعزیت خان لباس کالای سیاه هم پوشیده می باشه، و مردم تعلیم میده که بدعتای دیگر هم زنده کنه و اونجا مردم فریب میده و خودش مشرک، خودش عقیده به الله نداره. دعای قدح و دعای معراجی رقم به نامای مختلف سری مردم فروخته رایسته. ما مردم همین قدر از تاریکی در تاریکی هستیم کش پرسان نکو.